بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و خسته نباشید به بینندگان عزیز و محترم. ساخت پل دیود با دیود. این یه پل دیود است، لیت 2 آمپر، منفی و مثبتش پاک شده. برای آنکه بدانید کدام منفی است کدام مثبت، پایه ها مشخص است. اینکه این گوشه ندارد صاف است، همیشه پایه مثبته، اینم منفی. دوتای وسط هم برق ورودیه. این یه پل دیود دیگه است. گوشه‌ای که ندارد نگاه کنید مثبت، مشخصه؟ آره، مثبت منفی. دوتای وسط هم میشه برق ورودی. برای درست کردن دیود 4 تا دیود لازم داریم. مدل IN 540. موازی کردن پل دیود به این شکل. خطی که روی دیود است این کاتود است، این آنود. این میشه مثبت، این میشه منفی. چهار عدد رو با هم لحیم میکنیم، پایه ها رو به این شکل. اگر اشتباه بزنید دیود برق مستقیمه میسوزه، احتمال فیوز زده بالا است. خب این پایه با این پایه میشه برق ورودی. این و این ورودی، اینم ورودی. این میشه مثبت DC، اینم میشه منفی DC. بریم برای لحیم کردن.